این خونه که اومدیم 2 طبقه است. در طبقه بالا از این قسمت هم بریم برای 5 طبقه زیر زمینه. قیمت این خونه نه 1 سال نه 10 سال بلکه بیش از 800 ساله. داریم میریم طبقات پایین‌تر. اینجا طبقه سوم شوالیه زبان شوشتری شوالیه. این دوری در ساختمان‌های باستانی شهرستان شوشتری یکی از جذابیت این ساختمانی که از بالا به پایین که میایم قدیمی تر میشه. طبقات بالا تا منفی 200 تا 250 سال گذشته داره و این راه پله‌ای که الان می‌بینید مال دوره سلجوقیه 800 سال گذشته. ولی دیگه سفره نام داره. این برمیگرده به 2500 سال پیش دوره هخامنشی یا ساسانی. 2500 سال پیش که فقط 3 تا طبقه پنجم میرخوست بهش میگن.